سلام دوستان، خوش اومدین به کانال آرون آرت. امروز میخوایم انواع حالتهای چشمهای انیمه رو یاد بگیریم و با تکنیک های ساده بدونیم که چطور این چشمها رو به راحتی بکشیم. پس اگه میخواید مهارت های طراحی انیمتون رو ارتقا بدین با من همراه باشین. قبل از شروع فقط چند نکته کوتاه درباره ابزارها بگم. برای این آموزش من از آیپد استفاده میکنم، ولی شما میتونید از یک مداد و کاغذ ساده استفاده کنین و همون روند رو دنبال کنین. برای شروع بیایید از طراحی چشم‌های پایه شروع کنیم که برای بیشتر حالت‌ها از اونا استفاده میکنیم. اول از همه یه بیضی میکشیم و به عنوان پایه چشم‌ها رسم میکنیم. حالا مردمک رو داخل این بیضه قرار میدیم. معمولا در انیمه ها مردمک ها بزرگ و در مرکز چشم هستن و در نهایت ابروها رو اضافه میکنیم که میتونن بسته به حالت صورت متفاوت باشن. این چشم های پایه هستن که بیشتر مواقع ازشون استفاده میکنیم. خب اگه بخوام یه مثال از چشم های طبیعی براتون بگم، شخصیت ناتسو در انیمه فیری تیل میشه. ناتسو این شخصیت شجاع و سرزنده است که معمولاً چشم‌های ساده و طبیعی داره. چشم‌های او بیشتر مواقع به شکل بیضی و نسبتاً طبیعی کشیده شده‌اند، بدون حالت‌های افراطی. حالا می‌خوام چشم‌های غمگین بکشیم که معمولاً حالت افتاده و کوچکتری دارند. برای این کار بیضی‌ها رو کمی به سمت پایین خم می‌کنیم تا حالت غمگینی ایجاد بشه. مردمک ها رو کوچکتر و تاریکتر میکشیم تا بیشتر احساس ناراحتی رو به نمایش در بیارن. ابروها باید به سمت پایین و خمیده باشن تا احساس ناراحتی بیشتر نمایان بشه. حالا چشم های غمگین رو کشیدیم. میتونید از همین تکنیک ها برای اضافه کردن اشک یا جزئیات بیشتر استفاده کنید. در خصوص چشم‌های غمگین میتونیم شخصیت ناوکو در انیمه A Silent Voice رو مثال بزنیم. توی این انیمه شخصیت‌های مختلف چشمان غمگینی دارن که احساس ناراحتی و پشیمونی رو منتقل میکنن. به خصوص شخصیت ناوکو که چشمان او کم نورتر و کمی به سمت پایین متمایل هست و به خوبی احساس غمگینی و دردی که داره رو نشون میده. برای چشم‌های شاد باید از حالت‌های درخشان و بزرگ استفاده کنیم. بیاید امتحان کنیم. بیضی‌ها رو خیلی بزرگتر می‌کشیم چون چشم‌های شاد و هیجان زده معمولاً خیلی بزرگ هستن. مردمک‌ها هم باید خیلی بزرگ و براق باشن. این کار باعث میشه که چشم‌ها پر انرژی به نظر بیان. ابروها معمولاً بالا و منحنی هستن تا حالت شادی و سرزندگی رو ایجاد کنن. همینطور میتونید از جزئیات بیشتر مثل سایه ها و رنگ ها استفاده کنید تا چشم ها بیشتر زنده بشن. در خصوص چشم های شاد و هیجان زده اگه بخوام یه مثال بزنم، میشه شخصیت ناروتو در انیمه ناروتو. چشم های ناروتو همیشه پر انرژی و پر از هیجان هستند. چشم‌های او بزرگ و درخشانند و معمولاً احساسات مثبت و خوشحالی رو منتقل می‌کنند. این ویژگی به خوبی نشان دهنده شخصیت شاد و پر انرژی او هست. حالا می‌خوایم چشم‌های خشمگین یا عصبی رو طراحی کنیم که معمولاً زاویه دارتر و تیز هستند. بیضی‌ها رو با گوشه‌های تیز می‌کشیم تا حالت خشم یا عصبانیت به چشم‌ها داده بشه. مردمک ها معمولاً بزرگتر و مستطیل شکل هستند تا شدت خشم رو نشون بدن. ابروها باید به سمت پایین و زاویه دار کشیده بشن تا عصبانیت بیشتر حس بشه. حالت چشم های عصبی یا خشمگین با این ویژگی ها خیلی طبیعی میشه و به شخصیت شما شدت میده. خب در خصوص چشم های خشمگین و عصبی میتونیم شخصیت ادوارد رو مثال بزنیم. ادوارد چشمان عصبی و خشمگین داره که معمولاً در صحنه‌های حساس و زمانی که عصبی هست برجسته میشن. چشم‌های او زاویه دارتر و شدیدتر از حالت عادی هستند که نشان دهنده عصبانیت و شدت احساسات او هست.
هایی که احساس خستگی و خواب‌آلودگی رو منتقل میکنن و معمولا حالت افتاده و کسل دارن. بیضی ها معمولا خیلی عمیق نیستن و کم حجمن. مردمک ها معمولا کوچکتر و کم نورترن و ابروها کم پایینتر و کم حجمتر کشیده میشن. این نوع چشم ها معمولا نیمه باز و کوچک هستن و بیشتر حالت کسالت آور دارن. ابروها به سمت پایین خمیده هستند و مردمک ها کوچکتر میشن. میرسیم به آخرین مثالمون که میشه چشم‌های خواب‌آلود یا خسته مثل شخصیت شینجی. شینجی یه شخصیت با حالت افسرده خواب‌آلود داره. چشمان اون معمولا کم نور هستن و به سمت پایین خمیده هستن که حس کسل بودن و خستگی رو منتقل میکنن. این طراحی به شخصیت او که اغلب درونگرا و ناامید هست کمک میکنه. خب امروز یاد گرفتیم که چطور انواع حالتهای چشم انیمه رو طراحی کنیم. برای شروع پیشنهاد میکنم هر یک از حالتها رو تمرین کنید تا به راحتی بتونین ازشون استفاده کنید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری در زمینه طراحی انیمه دریافت کنید. سوالات و پیشنهاداتتون رو توی کامنت ها بنویسین، من بهتون کمک میکنم. مرسی که با من بودید. تا ویدیوهای بعدی، خدا